ادامه ساخت ریتم‌های دو چهارم. عرض کردم اگر که تمرین کتاب منو تا اینجا اجرا کرده باشید تا شماره 120 و اینکه ویدیوهاشو دیده باشین، حالا به جایی رسیدیم که میتونیم با کمک هم دیگه ریتم‌های ساده به سازی ما اجرا کنیم. مبنای کار بر این بود که هر چند رو برابر یک شماره قرار بدیم، به ترتیب اجرا کنیم و به فعل شاخو برگردیم. پایمون باشه تون، بعد تون، بعد شماره 1 تون، شماره 2 بعد شماره 3 تون، شماره 4 اول تون